السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز و تماشاگران عزتمند، الله سبحانه و تعالی نگهبان هر یک از ما و شما باشه. الحمدلله که یک از بهترین تحفه ها در دست ما این حال قرار داره. یعنی بسیاری ها شاید شاید حال باشه که ما زیاده خیلی قرآن های همین گونه هایی که میبینن این حال همین گونه تحفه کرده بدیم و خیلی که چی کاری خیری کردی انشاءالله که او برگرده، انشاءالله بر میگرده. ما خیلی قرآن ها خیلی توفه کرده بودیم، این خیلی و دیگه نوع قرآن ها توفه کردیم، لیکن همین روز رسید که با هم خیلی قرآن الحمدلله که یعنی ما را توفه کردن. بهترین توفه قرآن در این قرآن همه چیز میوی، خوشبختی، سعادتمندی، رزق و روزی، همه چیزی که میخوای با خواست الله سبحانه و تعالی که با قرآن تکیه بکنی و الله تکیه بکنی با قرآن زندگی کنی، انشاءالله که خداوند هم در دنیا و هم در آخرت برات سعادتمندی را میرسانه. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. یعنی شما قرآن را بخوانین بدرسی که این قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش، یعنی هر شخصی که او را تلاوت میکنه، یعنی این قرآن شاهدی میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگه حدیث میفرماید که اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن اهل الله سبحانه و تعالی و خاصه و انتخاب کرده الله سبحانه و تعالی. خوشا به حال انسانانی که هر روز یا پاره قرآن میخوانند. خوشا به حال انسانانی که با قرآن زندگی میکنن. الله نگهبان هر یک از ما و شما باشه. خداوند هیچگاه محروم مگردانه از تلاوت قرآن. اینجا سبحان الله بگیم سوره حشر مدنیه، هي 24 آیه. میشه بود نسیگه که سوره حشر در مدینه نازل شده و این 24 تا یعنی آیه داره. بارک الله باره هم خیلی تویه ماشاءالله. بهترین قرآن توفه. الله نیابان شو برادر حاجی مونه، حاجی توفه کرد، یکی از بهترین برادرها. یعنی حرکت کنیم برادرهایی که خاص به خاطر الله هستن، اون گونه برادرها را زیاد کنیم تا اینکه شاید که همونها سبب شوند روز قیامت که به خاطر الله ما برادری کرده گیم، که اون روز الله سبحانه و تعالی امر میکنه کنیم اونانی که این المتحابون، یعنی که متحابین بجلاله، کنیم اونانی که میگه به خاطر عظمت الله سبحانه و تعالی، به خاطر بزرگی الله با همدیگر برادری یار رفیقی میکردن تا اینکه الله سبحانه و تعالی گناهاشون عفو مغفرت کنه. کسی که میتونین خاص به خاطر الله با همدیگر برادری کنین، یاری رفیقی کنین، نه به خاطر پول، ملک و مال، ثروت، نه به خاطر خواهر ابا، نه به خاطر گفتی که با ماشین، گفتی که با وظیفه و شاید که یگان از کار مغلطه و دیگه، نه به این خاطر، خاص به خاطر الله. والله که برادرها که خاص به خاطر الله هستن در نبودنیت از بگیم ناموست محافظه میکنن، والله این گونه برادرها هستن، لیک متاسفانه بینهایت و بینهایت کمن، لیک الحمدلله که همونها هم هستن. الله سبحانه و تعالی گیری در طرف ما و شما از اون گونه برادرایی که زیاد بگردانه که همیشه با طاعت عبادت الله هستن و خاص به خاطر الله برادری میکنن تا اینکه هم در دنیا با هم یک جا باشه و هم در آخرت. الحمدلله اون گونه برادرها هستن. هم در مسکو داریم الحمدلله هم گونه برادرها، هم در تاجیکستان و هم گفتی که با خارج از تاجیکستان. الله نگهبانتان باشه و به سلامتی اون برادرانی که خاص به خاطر الله برادری میکنن، الله محافظتان بکنه، در امان الله